سلام گروه یک، خیلی خوش اومدین به ریدینگتون. بریم ببینیم که چی رو درباره شخص احساسیتون نمیدونین. گروه یک، کسی که روش نیت کردین متاسفانه در یک رابطه عاطفی هست. منظورم اینه که الان داستان براتون میگم. و شما برای ایشون مثل یک میوه ممنوعه هستین. این شخص میل داره با شما هم باشه، ولی چون خودش توی یه رابطه است دو دله. یعنی اون اول که گفتم متاسفانه، منظورم اینه که کسی که روش نیت کردین توی یک رابطه موازی به نظر میرسه باشه. انگار این آدم بین شما و پارتنر فعلیش در دوگانگی گیر کرده. این شخص یا هم شما رو میخواد هم پارتنرش رو، یا بین انتخاب کردن با شریک فعلیش یا انتخاب کردن شما گیر کرده. ایشون از نظر ذهنی خیلی آشفته است الان. این آدم کلن بچه‌ها انگار نقابه، متاسفانه. ایشون رسما در حال فریب و نیرنگه. شاید هم با شما هم با پارتنرش. در بدترین حالت این آدم ترسوه و میخواد یواشکی همه چیزو با هم داشته باشه و کلن انگار داره دروغ میگه. چیزایی که اینجا توی کارت افتاده مثل خیانت، یواشکی کاری کردن، پنهانکاری، فریب دادن. در خوشبینانه ترین حالت ممکن که احتمالش اغلب خیلی کمه، شاید حالا بخوایم دلسوزانه نگاه کنیم، شاید واقعا این آدم وسط یه رابطه بوده که یهو به شما هم علاقه‌مند شده و عمدن قصد فریب و دروغ و خیانت نداشته. اما باز هم در خوشبینانه ترین حالت. چون این شخص اگر آدم درست و سالمی باشه باید تکلیف خودش رو مشخص کنه، تصمیمش رو بگیره که کدوم سمت قصه میخواد بیسته. ولی چیزی که من دارم تو کارتا میبینم، وقتی کسی به این شکل که کارتا نشون میدن، این رو دیگه نمیشه خوشبینانه دید. چون عملا ما داریم یک رفتار عمدی رو میبینیم. کارتا دارن اینجوری نشون میدن. ببینین این آدم متاسفانه قصد نداره یک شخص رو انتخاب بکنه. بلکه میخواد هم شما و هم شخص دیگری رو همزمان با هم داشته باشه. ایشون کاملا داره سعی میکنه هر دو نفر رو هندل بکنه. انگار قشنگ برنامه ریزی میکنه، نوبتی. بچه من صادقانه بخوام بهتون بگم واقعا انرژی این شخص سمیه. اینجا قشنگ یک رابطه مثلثی 3 نفره رو داره نشون میده کارتا. این وضعیت چیزیه که یا شما الان داخلش هستین یا به زودی از این ماجرا سر در میارین. یعنی به زودی میبینین که توی یک همچین وضعیتی قرار گرفتین. امیدوارم البته اینطوری نباشه. راهنمایی تاروت به شما اینه که داره میگه به شدت به حس درونیت اهمیت بده. میگه هر جا حس کردی چیزی نرمال نیست، چیزی درست نیست، یه جوریه، میگه شک نکن درست داری حس میکنی. ببین کارتا دارن اینجوری صحبت میکنن. میگه ممکنه یه چیزایی درست جلوی چشمای شما باشه، ولی شما یا حواستون بهش نیست یا بی‌توجهی میکنین. داره میگه خوب به نشونه هایی که ممکنه با چشم ببینی توجه کن. یعنی انگار چیزایی هستش که قشنگ جلو چشمتونه. میگه از کنارشون ساده نگذر. اون چیزی که میبینی جلوی چشمات قرار گرفته تا ببینی و متوجه بشی. شاید یه چیزایی دور و برتون باشه که لو بده که این شخص با کس دیگه‌ای هم در ارتباطه. مثل یه سری وسایل، اشیا، یه همچین چیزایی. و میگه اگه به حست گوش بدی، کنترل اوضاع تو دستای خودت خواهد بود. مثلا دیگه بعداً سورپرایز نمیشی، بلکه با اعتماد به نفس و اطمینان خیلی با شجاعت میتونی از خودت دفاع بکنی، مراقبت بکنی. ضمناً اگر این شخص خواست با نقشه ها، فیلم بازی کردناش، اینجور چیزا شلوغش کنه، داره میگه تو اینطوری از قبل کلی سرنخ و مدرک داری که بتونی طرفو سر جاش بشونی. کنترل اوضاع رو تو دستت بگیری.
به همین دلیل میگه به نشونه ها توجه کن، به حس درونی توجه بکن. یه پیام دیگه هم برای یه عده از شما اینی که شاید شما همون پارتنر اصلی این شخص باشین و حالا یه شخص دیگه ای باشه. یعنی اینجا یه نفر هستش که پارتنر اصلی این آدمه و یه شخص دیگه ای هم هست. ببینین شما کدوم سمت داستان هستین. ببینین چطوری براتون رزونیت میکنه. تاروت داره به شما میگه پای مرزهاتون بیستین، مقاومت کنین، تا جایی که میتونید بجنگین. نمیدونم این پیام میتونه دقیقاً چه مفهومی داشته باشه. فکر میکنم خودتون متوجه منظور این پیام میشین. برای مثال شاید مثلا میگم اگر شما متأهل هستین، شاید داره به این اشاره میکنه که پای اون چیزی که حقت، مال تو، بیست. و از طرف دیگه میتونه معنیش کلا این باشه که پای اون حد و مرزهات کلا بیست. از خودت دفاع کن. مراقبت کن از خودت. یعنی حواست باشه که حالا خودمونی بخوام بگم سرت کلاه نره، یه همچین چیزی. یعنی داره میگه مقاومت کن، بایست. آسون نگیر، از حق خودت نگذر، یه همچین چیزی. گروه 1، امیدوارم که پیامتون رو دریافت کرده باشین. لطفاً حتما توی کامنت ها برام بنویسین که چطور براتون رزونیت کرد. فعلا خدا نگهدار. سلام گروه 2، خیلی خوش اومدین به ریدینگت. بریم ببینیم که چه چیزی رو راجع به شخص احساسیتون نمیدونین. کسی که روش نیت کردین راجب شما و ارتباطش با شما قفل کرده بچه‌ها. میخواد از این وضعیت قفل شده ذهنیش فاصله بگیره، دور بشه. یعنی از شما داره فاصله میگیره. یا انگار به زودی توی همچین انرژی قرار میگیره، به زودی اینطوری میشه. شاید این آدم حتی به یه سفری بره که در واقع این سفر رو برای دور شدن از شما و وضعیت بینتون میره. حتی اگر یه سفر مشخصی باشه، مثلا یه سفر کاری چیزی باشه، اون این سفر رو فرصتی برای دوری و فاصله در نظر داره. و برای خیلیاتون میتونه واقعا سفر نباشه. میتونه همون دور شدن، فاصله گرفتن از شما و ارتباطتون باشه. اگر هم شما با این شخص در ارتباط نیستین، مثلا کراشتونه، باز هم به همین شکل، همین معنی رو میده. دور شدن به خاطر بی تصمیمی و مطمئن نبودن راجع به شما. در ظاهر این آدم ارتباط رو در یک حالت تعلیق درآورده. شاید تظاهر میکنه که داره راجع به این رابطه یا شروع این رابطه یا ادامه این رابطه فکر میکنه. بسته به اینکه شرایطتون چی هست با این شخص. ولی اقدام و حرکت وجود نداره. حتی شاید بسته به قصه شما این آدم شما رو منتظر و معلق نگه داشته باشه. شاید بعضیاتون حتی حس کنین که این آدم داره ناز میکنه. اما بدونین چیزی که ظاهراً از خودش نشون میده همچین بی‌شباهت هم به واقعیت درونیش نیست. دلیلش هم اینه که ایشون نمیخواد شما رو عصبانی یا ناراحت بکنه. ببینین این آدم انگار نمیخواد غرور شما رو بشکونه یا نمیخواد دل شما رو بشکونه. نمیخواد باعث این بشه که شما احساس تنهایی بکنین. از طرفی هم نمیخواد با شما وارد جر و بحث و دعوا مرافع بشه. این آدم نمیخواد جوری بشه که جلوه و تصویرش پیش شما خراب بشه. یعنی نمیخواد شخصی باشه که رابطه رو ترک میکنه. نمیخواد اون کسی باشه که مثلا شما رو طرد میکنه یا دست رد به سینتون میزنه. و انگار اصلا دوست نداره تو موقعیتی قرار بگیره با شما که مجبور باشه به شما توضیح بده، جواب پس بده یا مثلا دلیل و منطق بیاره. من حس میکنم شاید حتی این آدم خودش هم توضیح مشخصی نداره. یعنی خودش هم نمیدونه که چی بخواد بگه. به همین دلیل دوری میکنه، برای اینکه خودش هم نمیدونه. واسه همین نمیدونه که به شما چی بگه. چون خودش هم نمیدونه. برای یه عده کمی از شما این آدم شاید حتی دلش نمیخواد شما رو از دست بده. اما به دلایلی الان تو این وضعیته. یعنی انگار هم نمیخواد شما رو از دست بده، هم نمیخواد ناراحتتون بکنه، هم دو به شکه یا مردد، بی تصمیمه، نمیدونه میخواد چی کار بکنه. ببینین شماها یا با هم یک گذشته‌ای دارید یا حالا پارتنر هم بودین یا هستین،
یا خاطرات مشترک، صمیمیت، ارتباط عاطفی قدیمی. انگار از قبل همو میشناسین و یه احترام و محبتی بینتون بوده. هرچی از این آدم نمیخواد اون تصویر و اون خاطرات قشنگی که از قبل تو ذهن شما ازش هست خراب بشه، مخدوش بشه، بشکنه. میدونین؟ تأثیری که این وضعیت و داستان روی ارتباط شما میذاره متاسفانه یک پایان یا ترک کردن یا ترک شدن هست. هرچند این میتونه موقتی باشه. اما انگار در نهایت این قصه میره تا به اینجا برسه. انگار که یه نفر برای یه مدتی بخواد دور بشه، بره، یا برای یه مدتی نباشه. چون اینجا قربانی کردن عشق به خاطر موضوعات و مسائل دیگه وجود داره. یه چیزی وجود داره، یه موضوعی، یه مسئله‌ای که این شخص رو تو این وضعیت قرار داده نسبت به شما. یعنی انگار یه مسائلی وجود داره که این آدم به خاطر اون مسائل از شما دوری میکنه. اینجا یه نارضایتی وجود داره، انگار که شخص چشم روی احساساتش میبنده و میذاره میره. حالا اینکه قضیه چیه دقیقاً اینو خودتون میدونین. چون ریدینگ عمومیه و هر کسی قصه خودش رو داره. هر دلیلی میتونه باشه، چیزایی که راجع به این آدم یا زندگیش و رابطتون میدونین. خلاصه انگار که شرایط بین شما ناگهانی و یهویی قطع شده، یا حالا به زودی قطع میشه، یه همچین چیزی. انگار یهو ورق برمیگرده ناگهان. اما راهنمایی تاروت به شما میگه که صبر کن، آرامش خودتو حفظ کن، درایت داشته باش، زمان بده و همه چیز رو خوب مشاهده کن، در نظر بگیر. میگه سیاست داشته باش، به حس درونیت رجوع کن. تاروت میگه اگر میخوای تصمیمی بگیری اول خوب فکراتو بکن. ازتون میخواد اطلاعاتتون رو بالا ببرید. این جمله معانی مختلفی میده بچه‌ها. بستگی داره داستان شما چی هست. ولی اینجا چیزی که ازتون میخواد اینه که بیشتر بدونید. انگار شما باید یک سری چیزهایی رو بهتر بدونید، بیشتر بدونید، اطلاعاتتون بیشتر باشه. مثلا میتونه این باشه که از یه شخص باسواد راجع به این شرایط و این ارتباط راهنمایی بگیرید که باید چی کار بکنین. کار درست در شرایط شما چیه؟ و تاروت میگه اگر تو این کارها رو بکنی، یک شادی رو جشن میگیرین. یعنی نتیجه چیزی خواهد بود که شما به خاطرش با اطرافیانتون حتی خوشحالی میکنین، شاید حتی مهمونی میگیرین، پارتی میکنین. یعنی نتیجه این تلاش شما و این صبر شما، این درایت داشتن شما، یه نتیجه خیر و نیکوییه. مثل دوره هم جمع شدن و شادی کردن برای یک مسئله، یه مناسبتی، یه اتفاقی. بچه‌ها من سعی کردم کارت بکشم برای اینکه بفهمم این شادی دقیقاً برای چیه. اما به شکل جالبی تاروت بیشتر از این پاسخ نداد. واسه همین فقط اینو میتونم بهتون بگم. اما بخوام در گوشی بهتون یه پاسخی بدم، یه هینتی بدم، من فکر میکنم هر چیزی که هست، اگر این آدم از شما دور شده و داره به شما میگه که اگر اطلاعاتتون رو بالا ببرین، صبور باشین، درایت نشون بدین، نتیجه مثبتی از این رفتارتون میگیرین، پس میتونه نشون دهنده این باشه که شاید اوضاع دوباره اوکی میشه بینتون و شما به خاطرش جشن میگیرین. این نتیجه گیری خواهرانه و دوستانه من از ریدینگ شما بود. چون که خب خود تاروت نخواست پاسخ مشخصی به این سوال بده، حتما یه حکمتی هست. ولی خب من یه تقلبی بهتون رسوندم. امیدوارم که پاسختون رو دریافت کرده باشین. گروه 2 لطفاً حتما توی کامنت ها برام بنویسین که چطور براتون رزونیت کرد. فعلا خدا نگهدار. سلام گروه 3، خیلی خوش اومدی به ریدینگت. بریم ببینیم که چه چیزی رو راجع به شخص احساسیتون نمیدونین. کسی که روش نیت کردین ذاتاً شخصیت مقتدر و محکمی داره. شاید از نظر ظاهری هم همین شکلی باشه این آدم. مغرور، سینه ستبر، از خود مطمئن، با اعتماد به نفس. رفتاره این شخص این مدلیه که همزمان هم حالت تهاجمی داره، هم حالت دفاعی. یعنی مثلا یه طور آدم با جذبه، شجاع، با دل و جرأت، حتی شاید حاضر جواب باشه. اما این آدم در رابطه با شما و ارتباطتون هنوز حرکت خاصی نکرده، تصمیم خاصی نگرفته. انگار داره شما رو و شرایط رو میسنجه. میخواد اقدامی که میکنه، تصمیمی که میگیره
نتیجه بخش و مطمئن و موفقیت آمیز باشه. ببینین این آدم دیر کاری رو انجام میده، اما وقتی تصمیم بگیره دیگه مطمئنه. الانم توی همچین انرژیه. این شخص کاملا رفتارهای شما رو زیر نظر داره، نگاه میکنه، ببینه شما چی کار میکنین که خودش یه وقت بیگدار به آب نزنه. این کسیه که کاری رو نمیکنه که به ضرر خودش تموم بشه. مثلا برای مثال اگر با هم قهر باشید، این آدم کسیه که همینطوری تو قهر میمونه، میشینه، کنش‌ها و واکنش‌های شما رو بررسی میکنه تا بهترین حرکت رو ارائه بده. انگار این آدم همه چیز رو مثل بازی شطرنج میبینه، استراتژیک ذاتن. این آدم الان داره خودش رو به شما طوری نشون میده که انگار کاملا میدونه چی میخواد و تصمیم قطعی خودش رو گرفته. هر رفتاری که الان داره قطعی به نظر میرسه. یعنی یه موضع از خود مطمئنی گرفته. اگر تصمیمی رو اعلام کرده به شما یا حالا هر شرایط و وضعیتی که توش هستین، این قطعیت و وضوح در تصمیم و رفتار و اعمالش اصلا اونجوری که به نظر میرسه و به شما نشون میده مطمئن هم نیست. یعنی چی؟ یعنی این آدم ظاهراً داره خودش رو اینجوری نشون میده، ولی در درونش خودش هم خیلی مطمئن نیست. حالا ببینین شرایطتون چطوریه. این چیزی که از این آدم میبینین با چیزی که در درون خودش هست متفاوته. یعنی در درونش اونقدر مطمئن نیست از رفتاری که حالا الان با شما داره یا تصمیمی اگر در رابطه با شما گرفته. ظاهراً اینطوری نشون میده خودش رو، ولی حقیقت اینه که فعلا در حال بررسی این آدم. یعنی اگر اتفاقی بینتون افتاده بدونین که این اون قطعیتی که به نظر میرسه در حقیقت وجود نداره. توی دلش داره هنوز فکر میکنه، مشاهده میکنه. هنوز قضیه رو اونطوری که به شما نشون میده کامل نبسته برای خودش. یا حالا اگه تصمیمی گرفته هنوز اون تصمیمش تو دل خودش قطعی و مطمئن نیست. شاید چون خودش هنوز مردده. حداقل فعلا خواسته انگار تکلیف شما رو معلوم بکنه تا زمانی که بتونه تصمیم بگیره. اون وقت اگر نتیجه‌ای که گرفت با همین تصمیمی که گرفته یکی بود که هیچی. اگر نتیجه با این تصمیم تفاوت داشت، اون وقت خب احتمالاً میاد اعلامش میکنه. تصمیم جدیدش رو اعلام میکنه. دلیلش هم همون خصوصیات شخصیتی و ذاتیه که گفتم. چون این آدم دوست داره موفق باشه همیشه. تو همه چیز، تو رابطه عاطفی. این آدم درباره رابطه عاطفی بسیار ایدئالگرا و کمالگراست. اون انگار خیلی چیزها رو با هم میخواد. یه رویای خانواده کامل و خوشبخت داره. برای همین برای رسیدن به این آرزو و رویاش باید خیلی با دقت انتخاب بکنه. آدمی که اینجوری فکر میکنه خیلی باید بررسی بکنه. یعنی باید ببینه آیا این شخص و این رابطه من رو به اون رابطه و زندگی ایدئالم میرسونه؟ آیا ما با هم اونطوری که من میخوام خواهیم بود؟ ببینین این آدم به خاطر کمالگرایی‌هاش وسواس داره و کنترلگری میکنه ناخودآگاه. میخواد همه چیز رو کنترل کنه، همه چیز عالی باشه. قشنگ میتونم بگم این نوع تفکری که این آدم داره خیلی آزاردهنده است و تأخیر و نارضایتی دائمی میندازه تو همه چیز. چون ما همیشه نمیتونیم همه چیز رو کنترل کنیم تا حتما همون جوری بشه که ما میخوایم. زندگی همیشه مطابق میل و سلیقه ما نیست. تأثیری که این رویکرد این آدم و این مسئله روی ارتباط شما میذاره هم تعلیق و تأخیر هست. جای اینکه واقعا در واقعیت بین شما چیزی رخ بده و شما با هم پیش برین، همه چیز توی ذهن و تخیلات پیش میره و رابطه انگار محبوس میشه. این شخصی که شما روش نیت کردین انگار میگه اگر پارتنرم و رابطم چیز خوبی به زندگیم اضافه نمیکنه، ترجیح میدم همینطور مجرد بمونم و تو خیال و آرزوی اون پارتنر ایدئالم باشم تا شاید پیداش کنم. و من میبینم که خود شما هم در آرزو و خیال و امید پیش رفتن این رابطه خواهید بود. اما در واقعیت و عمل چیزی پیش نمیره. این شخص کاملا گارد داره، خودشو بسته. اما راهنمایی تاروت برای شما جالبه. ببینین شما یک درسی دارین تو این ارتباط و این مثل یک چرخه هست براتون. یه مرحله. تاروت میگه تو روی موضع خودت بمون. اگر این شخص رو دوست داری، به این دوست داشتنت ادامه بده. اگر نمیخوای به پیشنهادات جدید دیگه‌ای توجه بکنی، توجه نکن. اما داره میگه شاید تو این راه حتی خیلی بهت فشار بیاد، اذیت بشی. اما لپ کلام اینه که میگه تو هر کاری رو که دلت میخواد و مایلی و دوست داری انجام بده. نتیجهش شاید اصلا خوب نباشه. شاید نتیجهش اصلا اونی نشه که تو میخوای. اما پیغامی که اینجا برای شما هست اینی که میگه تو باید کاری رو که خودت میخوای انجام بدی.
چون بچه‌ها این یک بخشی از مسیر زندگی شماست. نمیشه دقیق تر گفت چرا. واقعا الله اعلم. ولی چیزی که تو کارتاتون برای شما هست انگار داره میگه این یه بخشی از مسیرتونه و مسیر شما اینه که شما باید کاری رو که خودتون میخواین انجام بدین در رابطه با این شخص. من کارت اضافه کشیدم که بفهمم چرا اگر نتیجه جالب نخواهد شد از شما میخواد وضعیتی که الان توش هستین رو ادامه بدین. و جالبه پاسخی که تاروت داد همینی بود که بهتون گفتم. دوباره مکررن داره میگه این یه بخشی از مسیرتونه. انگار دست تقدیر در کاره. از اون چیزاییه که نه کنترلش دست شماست نه چراییش دست شماست. اوکی گروه سه، امیدوارم پیامتون رو دریافت کرده باشین. لطفاً حتما توی کامنت ها برام بنویسین که چطور براتون رزونیت کرد. فعلا خدا نگهدار.